تنها جایی توی دنیاست که زمان توش وجود نداره. جزیره سوماروی در شمال نروژ جاییه که مردمش تصمیم گرفتن ساعت رو از زندگیشون حذف کنن. 69 روز از سال خورشید توی این جزیره هیچ وقت غروب نمیکنه و 2 ماه کامل هم خورشید طلوعی نداره. یعنی یا همیشه روزه یا همیشه شب. برای همین مردم میگن زمان اینجا معنایی نداره. هر وقت دلشون بخواد میرن سر کار، میخوابن یا تفریح میکنن و هیچ قانون ساعتی براشون وجود نداره. گردشگرا وقتی به اینجا میان با صحنه جالب روبرو میشن. مردم هر ساعتی از شبانه روز ممکنه در حال شنا کردن، جشن گرفتن یا خوشگذرونی باشن. ساحل‌های این جزیره جزو شادترین و زیباترین سواحل دنیاست و میتونی خیلی راحت شفق‌های قطبی رو تماشا کنی و همین هم باعث شده سوماروی به عنوان یکی از زیباترین جزیره‌های دنیا شناخته بشه. راستشو بگو، تو دوست داری تو همچین جایی زندگی کنی؟ اگه این پست برات جالب بود، لایک کن و برای شنیدن دانستنیای جالب دنیا فورمدیا رو فالو کن.